سالی نو آمد زاد و خسرخان تبریک سازه آل لفکان امروز لازه یکمی نلوه لازی مبالغ نازی منوه بله آفرین. دختری رخشانه حکیمووا روزنامه‌نگار زندانی تاجیک برای مادرش سرود می‌خواند. این طفل خمار دوری از مادر را از طریق چنین صحبت‌های تلفنی می‌شکند. بابا جان السلام علیکم نقصمی تو؟ نه منو یاد کردی؟ ها چقدر یاد کردی؟ تا آسمان نه تا آسمانه؟ ها منم تا آسمانه یاد کردم. فرادی که رفت آمدی؟ ها حالی من توی سورپریزا تیار کردم. دو دختر رخشانه حکیمووا قریب 1 سال باز از مادر جدا هستند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه فوریه سال 2025 روزنامه‌نگار رخشانه حکیمووا را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. رخشانه حکیمووا وکیل مدافع و پیوندانش حکم را قبول نکردند و از روی آن شکایت بردند. اما همه شکایت‌های پیوندان رخشانه حکیمووا تا این دم بی‌نتیجه بوده است. دادگاه حتی درخواست‌ها برای به تأخیر انداختن اجرای حکم تا بزرگ شدن فرزندان رخشانه را رد کرد. وقتی که وی محکوم کردن همه میدونند که کودکش 8 ماهه شیرخواره بود. وای در اول عذاب کشید، شبها بسیار گریه میکرد. شیری سونی و تیز عادت نکرد. شیری سونی و تیز عادت نکرد، برای من بسیار بیمار میشد. شب برسو گیره میکرد. هم شاهنوره دخترچه کلانیش وای حالی 3 ساله شدگی نبود. ویم هر روز میپرسید وای مادرم کنی کودکستان می آمد تو در آمده مادرم آمد گفتم می آمد و هر جا نگاه میکرد. ثانی وای اکو ما گفتیم که مادرت بیمار خاننده فکر میکرد، حالی هم فکر میکند که مادرش در بیمار خانه. خیر خیلی عذاب کشیدیم اول. خیر اکو عادت حاضر خیر عادت کردیم گوییم بر بر اکو فرزندانش با قینده ما حرکت میکنیم هم با ناز نگاه کنیم مهربانی کنیم، لیکن بر بر جای مادر هیچ کس نمیگیره. برای همین اکو خیر عذاب ده بسیار اونا قین. بووا انا بوواش موچ کنی آنای جانی دیدم. شکرانه حالا مادر را به سری ندیده است. او همگی 8 ماه بود که مادرش را زندانی کردند. فرزندان رخشانه حکیمووا حالا هر 2 ماه با مادرشان در محبس زنانه نارک وا میخورند. بعد هر دیداربینی کودکان نمیخواهند از نزد مادر برگردند. دیداربینی و میریم آمدن برسو گریه میکند، گشته آمد به گریه میکند، میگوید که من وای مادرم کتی میمانم همینجا. گریه میکند. خیر یک بلا کره میبیاریم گیره کننده گشته میبیاریم با میبیاد دیتا 1 هفته با وای زیق میگردد در فکری مادره. این کودکان چی بودن زندان و دادگاه را حالا نمیفهمند. تنها امید دارند که روز طبابت مادرشان تمام می شود و او به نزدشان برمیگردد. ما میگویم که بعدی 3 روز 4 روز پیش مادرت رو میگویم خرسند هر سحر میخیزد 1 روز موند 2 روز موند پیش بوام به میرم گفته ایقا بوام ساز نشد ایا میگوید من ایا میگوید سانی روات رخشانم گفت که با 4 تا اوکولام موند 4 تا اوکولام ادا شد میرم بچم گوید میبیاد ایا بوام 4 تا اوکولاش مونده است. گفته با امید ده بیچاره کن. پیوندانش میگویند که رخشانه حکیمووا از شرایط زندان شکایت ندارد و احوالش خوب است. او در محفل‌های زندان شرکت میکند و زبان انگلیسی میآموزد، اما دوری از فرزندان خردسال برایش سخت است. با گفته پیوندان رخشانه حکیمووا خود را بیگناه می‌حسابد و هیچگاه اتهام اعلان شده را نپذیرفته است. دادگاه پرستاری 2 فرزند رخشانه حکیمووا را به دوش والدانش گذاشته است. پدر و مادر رخشانه میگویند که از چیز کمبود ندارند، اما درد دوری از مادر برای طفلانش آسان نیست. امید یگانه این عائله همین است که این هجران هر چیز زود پایان یابد و رخشانه حکیمووا به نزد فرزندانش برگردد. خانه بابا در سر کوچه جای نشستن در زیر ارچه. مالدیت بود دیگه.
سوری نومد تو چگونه میشتا؟ نه بانون هوا صاف و به هبار لوان آبکی جوبان